بیا لحظه رو تصور کنیم که تمام مردم زمین از قطب شمال تا قلب آفریقا تو یک ثانیه یه حرکت کاملا طبیعی رو همزمان انجام بدن. اگه 8 میلیارد انسان تو یک لحظه گوز بزنن، چی به سر این سیاره میاد؟ بریم که ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. حالا اینجا اولین سوال پیش میاد: چطور میشه 8 میلیارد آدم دقیقاً در یک لحظه بخوان یک گازی رو آزاد کنن؟ واقعیت اینه که امکان نداره، مگه اینکه کل دنیا نخود پلو بخوره یا هم یک کسی از بالا تهدید کنه یا گوز بزنید یا زمین نابود. ولی خب ما فرض بر این میگیریم که همه موفق میشن. آیا 8 میلیارد گوز همزمان میتونه زمین رو تکون بده؟ پاسخ به این سوال نه محکمه. چرا؟ چون میانگین فشار یک گوز انسان تقریبا برابر فوت کردن روی قاشق. 8 میلیارد قاشق فوتی در مقیاس سیاره‌ای واقعا هیچه. زمین خودش هر روز از آتشفشان‌ها و بادای 100 کیلومتری مشبعد بیاد از 8 میلیارد فوت مقعدی بترسه؟ نه جانم. اما صدا داستانش فرق داره. اگه همه همزمان صدای خروجی تولید کنن، یه موج صوتی عظیم ایجاد میشه. اما آیا این موج گوشخراشه؟ احتمالاً نه، ولی عجیب و بم و کوتاه، اونم در مقیاس قاره‌ای. پرنده‌هایی که نزدیکن احتمالاً فرار میکنن. کودکایی که خبر ندارن احتمالاً فکر میکنن اژدها بیدار شده. ولی از نظر فیزیک این موج صوتی نه خطرناک، نه مخرب و نه تاثیرگذار جدیه. یکی از فکرهای اشتباه هم اینه که این کار منجر میشه به آزادسازی دیوانه‌وار متان. نه رفیق، گاز خروجی انسان فقط یه مقدار خیلی کمی متان داره. برای اینکه این گاز بتونه یه تأثیر واقعی رو گرمایش زمین بذاره، باید سالها ادامه دار باشه، نه فقط یک پف همگانی یک بار مصرف. نه زمین گرمتر میشه، نه سوراخ لایه اوزون پره‌تر. اینجا تازه داستان میچسبه. تصور کن رکورد جدید گینس، بزرگترین هماهنگی جهان، دعوای کشورها، صدای گوز ما بلندتر بود. جامعه شناسان میگن چنین رویدادی میتونه حس اتحاد جهانی ایجاد کنه، چون آدما از هر نژاد، زبان، دین، کشور و سطح اقتصادی برای یک هدف کاملا مسخره کنار هم جمع شدن. این یعنی انسان‌ها دوباره ثابت میکنن هر وقت بخوان، حتی برای بی‌معنی ترین چیزا متحد میشن. از طرف دیگه نسل‌های آینده کتاب تاریخ رو باز میکنن و میبینن بشریت یک آزمایش گوز دست جمعی انجام داده و قطعا شاخ در میاره. اگه موجودات فضایی وجود داشته باشن که دارن و همین لحظه با تلسکوپ هاشون ما رو ببینن، احتمالاً گزارش شبیه این می‌نویسن: این گونه دو پا نه توانایی تصویر کهکشان داره، نه مدیریت زمین و یک مهار عجیب داره، هماهنگسازی گوز. و بعد پرونده ما رو میبندن و میگن از کنار اینا رد میشیم، خطرناک نیستن، فقط گوزوئن. حالا که کل سناریو رو آنالیز کردیم، بیاین نتیجه گیری کنیم. اگه 8 میلیارد انسان همزمان بگوزن، نه زمین تکون میخوره، نه هوا گرم میشه، فقط یه صدای غول‌پیکر کوتاه تولید میشه. چند تا پرنده هم شوکه میشن. آبروی بشریت هم لیز میخوره، میفته پایین کوه. تاریخ یک روز احمقانه جدید ثبت میکنه و انسان‌ها حس اتحاد مسخره اما قشنگی تجربه میکنن. اگه از این مطالب خوشتون اومد، خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو بزنید تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتیم با خبر بشید و اولین نفری باشید که میبینید. تا درود دیگر، بدرود.